خب نفله ها بیاید میخواهیم بودجه فینیتو را تقسیم کنمندی. کت خدا آقا، به نظرم از دارو شروع کنیم. اهالی خشمگین میباشند، میترسم همین شورش کنندی. داروم کجا بود من؟ اینهایی که اینجا هستند مگر دارو نمی باشندی؟ اینا که مال اهالی لبناباد می باشندی، اونو هم مال بغدابادی ها هستندی. پس چه خاکی توی سرمان بریزیم؟ اهالی چپقمان را چاق میکنند. به اهالی بگویید ما را تحریمانیده اندی و راهی برای ورود سکه نداریمندی. بگویید وضع خراب می باشندی و باید اقتصادشان را مقاومتی نمایندی. پس این سکه ها چه می باشندی؟ فضولیش به تو نیامدندی. لطفاً یه خورده خفه شید، میخواهم بودجه را تقسیم بنمایمندی. شل بنویس 1,000,000 سکه هزینه خلال دندان برای الاغ کدخدا، 2,000,000 سکه برای پوش دادن ریش کدخدا، 1,500,000 سکه هزینه بنیاد قاسقاس که باید به دخترش زیزی گلو بدهیمندی، 4,000,000 سکه هزینه تحصیلات آقازاده های فینیتو، 5,000,000 سکه هم اختصاص می دهیم برای ارعر خرهای استبل کدخدا. بقیهش هم بین کدخدا و رفقاش تقسیم می شوندی. تکدیر. تا بودجه رو نگیریم آروم نمیگیریم. تا بودجه رو نگیریم. تو سرتون بخوره این تقسیم بودجهتون. عجب مسخره بازاری شده بابا.